ایما حیوانا و ملالیو و ناوی کشکیه گورا بیما و سعی کردیم وی طبیعت نهایت استفاده بکنیم. تمام تامیناتی که ورزشی که داشتیم هوا ملالیو کشکیه چین بیا دوین و ناو کیه بیا استفاده کردن و خود طبیعت صخره بیا استفاده کردن و کوچک بیا استفاده کردن و دار بیا و تنه درختی بیا و ورزش ما این شکلی بیا. باغ با پیر ایمش های ایجوره سالیان سال زندگی کردن سالم بینه. الانش ورزش تخصصی که دیدیم انجام دیمن فانکشنال فیتنس یا همون تمرینات عملکردیه، تمریناتی که و صورت روزمره و بتونین انجام میبین. هدف ایمیش فقط یه بیسه که بایمن این تمرینات عملکردی انجام بیمن و الان بدنسازی و نوع طبیعت دیدیم انجام دیمن با استفاده از کیه، با استفاده از صخره، با استفاده اداره بدیتا که ایمه سالیان سال و جیدان ملالی و گورابی ما گامولکی کردیم و نوعی طبیعت و هی رشد کردیم و ملالی و یواش یواش آتیم سبان که تا الان بسیه. این منطقه دین ما دین یارسانه. ما مردم میگیم که بسیار بسیار ساده دل و سعی کنیم بسیار سالم زندگی بکنیم. خدا را شکر بنده ایشم تونستم که تحصیلاتی در زمینه رشته تربیت بدنی داشتیم. بنده فوق لیسانس تربیت بدنی دانشگاه تهرانم. یکی و ریل درست ورزش کردن سالم ورزش کردنه. یه متاسفانه که استفاده و داروی بدنسازی دوپینگ بسیار بسیار اشاعه پیدا کرده و جوانی ما متاسفانه تو آن ریل 100 ساله و ناو چند روز بچن، ریلی که و ناو چند سال باید بچن تو آن و ناو یه ری کوتاه طی بکن و سریع تمام مونه. ولی این شکلی نیه. یه ورزشکار درست باید سبک زندگی درست داشتید، سرخیز بیان داشتید، صبحانه خوردن درست داشتید، میان وعده‌ای درست داشتید و کلا الگوی زندگی بسیار بسیار باید سالم بودین. یک الگوی درست در پیش بگیرید، تغذیه درست داشتیدن، خواب درست داشتیدن، استراحت درست داشتین و در کناری تمرین و تحرک درستگیش هم داشتید. یک کسی که ورزش که قطعاً فکری سالم تره، تنی سالم تره، نیروی فکر و اندیشه بسیار بسیار فعال تره. حتی و ناو سن بان چند و تحلیل عضلاتی جلوگیری بکردن و نیل عضلاتی و دست بی و باعث بودن که سالیان سال سالم زندگی بکنه و بان پای خوی بود و بتیاندن که زندگی خوی و ری بویدن. متاسفانه ای وقت دقت بکنید باغ با پیریل ایمه بسیار بسیار عمر بلندی داشتن برعکس جوانیل الان که گشتی و دلیل استفاده و تکنولوژیل و آرزه‌ای که وجود آتی گشتیان الان آرزه فوروارد هد و ایمه اصطلاح کاربردی بتون و کاربرد فوروارد هد سر به جلو کایفوز پشت قوز پشتی حتی دردیل کمر و دردیل زانو دچار جوانیل و نوجوانیل ایمه بیا که گشتی در اثر بی تحرکی و استفاده کردن بیش از حد از موبایل، اینترنت و لپتاپ و به خاطر یه سکشتی هم دچار آرزه‌ای این چنینی بینم. بنده بسیار بسیار باید سرخیز بود و شوی که آن معمولا تمرین هوازی دیدم، تمرینی که ونای کشوکیه انجام بودن. به هر حال سعی کنم با طبیعت استفاده لازم بکنم. یه تمرین من بوده ایه. بعد از اول سعی کنم که دمیواران حتما تمرین نگرد وزنه داشتیم که وردهش هم وزنه من بوده هی کوچکیله. تمرین نگرد وزن بدن ما استفاده کردن و دار
بارفیکسچی نگرد دار، یه سری شنوچی نگرد کوچکیل، یه سری تر حرکاتی که با کوچکیل استفاده کنیم و سنگ استفاده کنیم این تمرینی را سعی کنیم انجام بدیم و یه کار هر روزمانه تقریبا در هفته 9 جلسه تمرین دیدیم که 2 جلسه هوازی و 6 تا 7 جلسه هم تمرین وزنه و تمرینات دفاع شخصی و آمادگی جسمانیش هم دیدیم انجام بدیم. بنده فرزاد عباسیم، 28 سالمه و ملالیو و نو منطقه گوران گورابیمه. یه خیلی وقته که توی منطقه دیدیم زندگی کنیم. یکی و جذابیت این منطقه بکربین این منطقه و سالم بین طبیعت این منطقه است. ایمه یاد گردیم که وناو طبیعت جور باغ و با پیرمان هی وناو این طبیعته و با استفاده و طبیعت سالم زندگی کردیم. سعی کردیم که رویه پدریلمان وری بویم. امیدوارم که بتونم یه فرهنگ و یه الگوی درست و نو جامعه بوم و بتونم و تمام جوانیل کمک لازم بکنم. تمام افتخار میشه که کردمو و مهمتر و یک اهل منطقه گورانمو الحقم.